سلام، صبحتون بخیر. یه شنبه دیگه، بعد دیگه امروز هوا انقدر خوشگل و آفتابی نیستش. من همین ایستگاه خودمون سوار میشم. هوا قشنگ سرد، مثل دقیقا پاییز میمونه. قشنگ همه لباسامو پوشیدم تا اینکه سرده. اگه نگاه کنیم باده و قشنگ باده هوا. سلام، خوب هستید؟ امروز روز یک شنبه است. دیروز که وقتی داشتم میرفتم سر کار انقدر هوا سرد بود که همه لباس‌های زمستونی پوشیده بودم. چون که انقدر سرد بود اصلا نرفتم بیرون. میتونه متغیر باشه، یعنی دیروز که انقدر هوا سرد بود، امروز خوشگل، آفتابی و عالیه. در واقع بازم دوباره اومدیم میلت فارم با بچه ها. الان میخوایم بریم اون قسمت سافت پلی اریاش که این دوره، ولی یه فیلم میگیرم از اینجا براتون. بعد اینجا همون جایی که ما میخوایم بریم. قبل از اینکه اینجا شروع بشه پر بچه بشه و نتونم فیلم بگیرم، نمیخوام از بچه مردم فیلم بگیرم، اینجا یک کافی شاپ خیلی خوشگل داره اینجا. بعد قشنگ صندلیا، بعد همیشه این دور بود. الان بیرونش هم خیلی خوشگل کردن. بیرونش هم اینجوری اون طرف همون جایی که گفتم میری گلف بازی میکنی. سری قبل اونجا رفته بودیم. ببینین اینجا هم بیرونش هم درست کردن، یه دونه اوتدور پلی گذاشتن. این قسمت بود فقط اینجا اولش، ولی الان این قسمت هم درست کردن. خیلی قشنگه. یه دونه اسلاید گذاشتن. بعد چه اینجا قشنگه. بذار ببینم این آبه، هم آب میاد از اینجا. آره قشنگ یه چیز گذاشتن. از اینجا میاد آب میریزه اینجا. قشنگه. 2.5 ساعت اینجاییم. بعد از اینجا اون ویلم دیده میشه. آره 2 ساعت اینجاییم. یه چای. خب ما برگشتیم از اونجایی که بچه ها رو برده بودیم بازی کنن. اومدیم جاتون خالی، هوا خوب بود. باربیکیو درست کردیم تو حیاط. بعد الان نشستم، همه کارامو تقریبا کردم. نشستم اینجا، میخوام یه چای بخورم با میوه به جای بیسکویت و شکلات. بعد و امروز اینجا تقریبا به پایان میبرم. اینجا بهترین جای حیاته. خیلی دوست دارم بشنم اینجا. فکر میکنم 2 سال یا 3 سال پیش یه ویدیو دارم اینجا که پر از سبزیجاتیه که خودمون میکاریم، ولی امسال خیلی کوچولوان. بذار دوربینو برگردونم اونو رو نشون بدم. آره اینجا پر لوبیا و نمیدونم گوجه و اینا بود، ولی امسال فعلا هیچی نیست. و همچنین اینجا که جعفری رو نمیدونم، نعنا و شوید و این چیزا هستش اینجا. گل روزمون، اونم درخت انگورمون، اینم چای من با میوه.